آره خلاصه که مامانم اینا خیلی اینجوری بودن که اسکالین گرمتون میشه چون من مثلا خیلی گرماییم و اینا همه اینجوری بودن تو میری میمیری تو میری میمیری امیرحسین مشکل نداره تو واقعا نرو صبر کن یا مثلا برین شیرازی اصفهان جایی و اینجوری بودم که من دلم دریا میخواد دریا خیلی الان نیازمه باید بریم جایی که دریا هست خلاصه که امیدوارم که اصلا گرمم نشه و اینجوری که خب ما شبا میریم بیرون دیگه اگر مثلا روز بخوام بریم جایی معمولا یادم میره نهار بخوریم یا اینکه کنار دریاییم دیگه چرا اینجا دستم واقعا چرا این خیابون این خیابون نیست بزرگ راه دیگه خیابون بزرگ میشه بزرگ یادش یه بادی اسپرش چایش خوب شده مثلا ماشینم رو بزنم یا مثلا تونل کاش کل این مسیر تونل بود کلش خنک جادار مطمئن بدون آفتاب یه یخ تو پلمن دارم بگی تو بغلت چی میگی؟ چجوری یخو بگیرم تو بغلم؟ ازش توی پلاستیکی کولرمون خراب شده کجا خراب شده؟ کار نمیکنه کل ببین دما 40 درجه است من چرا به حرف هیچ کس گوش نکردم اشکال نداره ما باید یاد بگیریم که شاید سفر باعث بشه تا اصلا از تابستون و گرما بیشتر خوشت بیاد نه این که محاله ولی قطعا قرار بهمون خوش بگذره مگه حتما باید کولر روشن باشه تا آدم خوش بگذره الان بخاری روشن نه خودش بخاریه یکم زنبوره مهم اینه که ناهارمون خوشمزه است چی؟ خیلی خوبه میپرسیدم اینقدر مثال دارم اینقدر مثال دارم این مسئله راه حلی دارم این کاری راه حلی دارم خیلی اسکلی خیلی اسکلی و بعد این ایمانه این باوره راه حلا رو من گفته شاید ما دیگه رد دادیم داریم برمیگردیم خونه دیگه رد دادیم نمیدونم همون گفته نه ممنون فقط بگرد که به نظرت نکن به نظرت ماشین درست میشه؟ ماشین
سروران عزیزی که آره چرا که نه. واقعا حس کنی ماشین درست میشه. نمیدونم من 60% مثلا حس میکنم از درست. صبح انقدر که هی شل کن سفت کن بود امیدم سر همین یک کوچولو اینجوری هم که نمیخوام کلا فکر کنم بهش، ولی ایشالله که مثل ما وقتی میرفتیم پوتینامو میپوشیدیم میرفتیم مسجد، میرفتیم رو گردان و دوباره برمیگشتیم میگفتم پوتیناتو در بیارین دمپایی پوشیم، میرفتیم مسجد دوباره مسجد میومدیم پوتینامو میپوشیدیم میرفتیم غذا بود و شاید 20 بار پوتینامو میکندیم چی میشه. و این باز و بست شدن خیلی جالبه. الان تا یکم حس منو درک کرد. حالا رفت سربازی هر چی میگیم همونو با سربازی مقایسه. یکی از دلایلی که من خیلی خودم رو نشون نمیدم به خاطر که شبیه یک وزغی شدم که زنده است، نه یعنی مردن. اما نگاه کن، میبینی پوستمو؟ من میمیرم رسما. خیلی چالش سختی بود. من نمیدونم خدا میخواد چیه ما رو امتحان کنه دقیقاً، هدفش از این کاراش چیه، ولی سعی کردیم که واقعا اونقدر چی بهش میگم دل سرد و اینا نباشیم و خیلی پیله نکنیم به اون چیزی که حالمون رو بد میکنه و امیدوارم که تاثیر داشته باشه. شما همینجوری با من ارتباط برقرار کنین دیگه. خب یه چیزی که هست من نتونستم فیلم بگیرم این بود که بعد از اینکه آقا بهمون گفت که کولرتون درست نمیشه و باید برگردیم، ماشینمون تو راه آمپر چسبوند و بعد از اون ور رفتیم آمپر که چسبونده بود دوباره یه جا آمپرش آوردم پایین دیگه. الان جای جدید و اینجوری هم که آره دیگه تو خودت همه کارا رو داری میکنی دیگه. این از آخری هر کار دلت خواست بکن. نه خب لازمه که بگم ما تا ساعت 11:30 شب توی تعمیرگاه بودیم. آخرش هم کالر ماشینمون درست نشد و نتونستیم بریم مسافرت و انقدر خسته بودیم و حالمون گرفته شده بود که دیگه شبو توی همون حاجی آباد یه جای پیدا کردیم و خوابیدیم. خیلی تجربه سختی بود. یکی از عجیب ترین تجاربمون با هم دیگه بود و من فکر میکنم که توی این وضعیت، توی این شرایطی که برامون پیش اومد، بهترین کاری که کردیم این بود که به هم دیگه این احساس رو دادیم که اتفاق بزرگی نیافتاده، کنار همیم و اگر روزای خوبی رو با هم دیگه داشتیم قطعاً از پس این سختی ها هم برمیاد. احساس میکنم که توی این سفر بیشتر با هم دیگه نزدیک شدیم. این ولاگ رو تصمیم گرفتیم که بذاریم به خاطر اینکه هم اول به خودم یادآور بشم بعد به شما که قرار نیست اگه یه رابطه همش توش داره خوش میگذره یه رابطه سالمیه، بلکه رابطه سالم اون رابطه ایه که شما توی همچین شرایط سخت و بدبیاری‌های پشت سر هم این شکلی پشت همو خالی نکنین و حواستون به هم دیگه باشه. به نظر من توی موقعیتی که من هستم این شرایط سخت بود و من خیلی خوشحالم که تونستم از پسش بر بیام و حتی بیام این قضیه رو واسه شما تعریف کنم. بوس بهتون. امیدوارم که احساس خوبی گرفته باشین و قطعاً که یادتون نره سابسکرایب کنین و نظرتون رو بگین.